این کشور بزرگترین صادرکننده سیب در جهانه، اما نکته عجیب اینجاست مردم محلی تقریبا هیچ وقت خودشون از این سیب‌ها نمیخورن. هر سال بیش از 30 میلیون تن سیب به آمریکا، اروپا و سایر نقاط جهان صادر میشه، اما حقیقت شوکه کننده چیه؟ بسیاری از اون سیب‌های قرمز و براق در واقع سیب‌های سبز نارسن که با وکس صنعتی قرمز رنگ شدن. برای اینکه پوست سیب روشن‌تر و جذاب‌تر به نظر برسه، فروشندگان متقلب از وکسی استفاده می‌کنند که حاوی ترکیبات سوختی شیمیاییه. این وکس ظاهر سیب رو فوراً تغییر میده. سیب سبز و بیروح رو به چیزی تبدیل میکنه که انگار تازه از باغ چیده شده، اما کافیه فقط یه گاز بزنید تا متوجه بشید یه چیزی درست نیست. گوشت سیب ترش و خشکه، عطر واقعی سیبو نداره و گاهی حتی بوی شدید مواد شیمیایی به مشام میرسه. این نوع فریب میتونه برای سلامتی هم خطرناک باشه. پس چطور بفهمیم یه سیب واقعاً رسیده و طبیعیه؟ سیب‌ها به طور طبیعی کاملا قرمز نیستن، ممکنه لکه‌های زرد یا سبز داشته باشن و این کاملا طبیعیه. اگر سیب بیش از حد قرمز و براق بود محتاط باشید. سیب تازه باید بوی شیرین و میوه‌ای بده. اگر هیچ بویی نداشت یا بدتر بوی موم یا مواد شیمیایی داد، این یه هشداره. همینطور پوست سیب طبیعی کمی زبره، اما سیب‌هایی که وکس خوردن بیش از حد صاف و لیزن. پیش از خوردن سیب، اونها رو با آب نمک یا جوش شیرین خوب بشورید. این کار ساده میتونه از سلامت شما محافظت کنه.